بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد عبده ورسوله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز، امروز انشاءالله هر قدر که وقت گنجایش بدهد از سوره انسان، سورة الانسان، انشاءالله چند آیت تفسیر میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الله ذوالجلال می فرماید که به تحقیق گذشت از انسان یک وقتی دراز، یک مدتی زیاد پیش از اینکه در اون روح دمیده شود. انسان چیزی نبود که ذکر کرده شود. پیش از اینکه الله به انسان روح بتیه، جان بدهه، انسان در روی زمین، هر انسانی که باشد تا روز قیامت، یعنی ما و کسان دیگر، انسانایی که در روی زمین زندگی میکنند، پیش از اینکه الله او را یعنی از نطفه پدر و از آب مادر یکجا کنه و اون انسان به دنیا بیاره، روح جان در او بودمه، یک چیز نیست که اون ذکر کنند، چیز ذکر نشونده است و از اون یگان اثر دیده نمی شود، یگان نشانه از او دیده نمی شود پیش از اینکه خلق شود. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. الله میگه واقعا ما انسان آفریده، میگه از نطفه که یک جای شده از آب منی پدر و از آب مادر، و انسان میگه ما میسنجیم، امتحانش میکنیم. میگه الله با چی؟ با امرهای شریعت که فریضه های الهی را در سر او میمونیم، امرهای شریعت. و الله میگه او انسان گردانده ما از برای این صاحب شنوایی و صاحب چی؟ بینایی. نه یک شنوایی که همه جا را ببینه، بلکه شنوایی که حقیقت بشنوه و بینایی که حقیقت ببینه، به چشم سر نه، به چشم عقل ببینه، با آیت های الله چی؟ قدرت های الله هم مشاهده بکنه و بفهمه. إنا هديناه السبيل إما شاكرا و إما كفورا. الله میگه ما برای انسان بیان کردیم و برای او نشان دادیم راه هدایت و راه گمراهی را، و راه خوب و راه بد، تا اینکه میگه تا اینکه یا مؤمن است، شکرگزار است، یا اینکه کفران نعمت الله میشه، نعمت های الله چی؟ انکار میکنه. الله اینجا لفظ ما میگه، یعنی خودش در نظر داره، برای عظمت و بزرگیش ما میگه. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. الله میگه ما آماده کردیم برای همون کافرها، برای سرکشها، غول و زنجیر از آهن در روز قیامت برای اونها آماده کرده است الله، برای کسانی که نعمت الله انکار میکنن و کفر میورزن، عناد میورزن، برای اونها غول و زنجیر از آتش میگه ما آماده کردیم که با اون زولانه ها پاهاشون میبندن که از آهن است، و زنجیرهایی که با اون دستهاشون به گردناشون میبندن ملائکه های عذاب.
و آماده کردیم، میگه برای اونها تیار کردیم آتشی که در اون چی میسوزند. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا. میگه بیشک و شبهه اهل طاعت و انسان هایی که الله اطاعت میکنن، اخلاص میکنن، حق الله ادا میکنن، اونها میگه می نوشند روز قیامت از جام هایی که شراب جنتی است و اون آمیخته شده است به بهترین نوعهای چی خوشبویی خوشمزگی و وی میگه آبی کافور است، نامش کافور است، چقدر مزه و لذتی خاصی خودش دارد. عینا یشرب بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. الله میگه این شراب همونه که آنها می نوشند کافور از چشمه هست که بنده های الله در جنت او را می چشند و خوشحالی و یعنی خوشمزگی میکنند، به نوشیدن اون لذت میبرند. هر قدری که خواهند برای اونها نوشیدن اون آب چی است؟ آسان است. یوفون بالنذر و یخافون یوما کان شره مستطیرا. الله میگه اون حقی که بر بالای اونها واجب بود، حق الله یا که حق بنده ها، اونها را چی وفا میکنند، فرمان الله بجا میارند و همون مؤمن هایی که در جنت همین آبها را و همین خمرها را می نوشند، میگه می ترسیدند در دنیا از عقاب الله، از عذاب الله در روز قیامت، همون عذابی که ضررش چقدر پرخطر است و بدیش آشکار است بر مردم، مگر اونهایی که الله رحم کرده باشد. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و میگه اون انسان ها صفتشون وصفشون در این دنیا همین است که طعام میتهند، با وجودی که همون طعام خودشون دوست میدارن، همون یعنی نعمت خودشون دوست میدارن، با وجود همون طعام خودشون حاجت دارن، احتیاج دارن، باز با کی میتین؟ به فقیرها میتین، به ناتوانها میتین که امکانیت کسب کردن پول ندارن، قدرت ندارن، یعنی در خانه‌شون نشسته آدم های ناتوان، این انسان های جنتی طعامشون به همونها میتین. و به یتیم ها، طفل هایی که پدرشون مردن و یگان مال ندارند، و اسیر هایی که در اسارت هستند، در زندان هستند، که مشرک ها یا که دولتدارها اونها را اسیر گرفتگی هستند، زندانی کردگی هستند، و اینها به خاطر رضای الله به خاندان اونها، به فرزندان اونها طعام میتیند. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. و خودشون وقتی که این طعام ها را میتیند به محتاجان، به احتیاجمندان، به یتیمان و به اسیران، چی میگن در نفس خودشان؟ میگن ما خوبی میکنیم برای شما به خاطر رضای الله، نه به خاطری که برای این شما ما را شکر گزاری کنین، شکر بگین و رحمت بگین و سپاس بگین، نه به این خاطر، به خاطر رضای الله و به خاطر طلب کردن ثواب از جانب الله. یک انسان، بعض انسان ها اگر خوبی کنن، اگر اون انسان منادارگی نکنه، میگه خود انسان هم نبوده است، اقلا یک شکر نگفت، رحمت نگفت، انسان پست بوده، یک رحمت نگفت اقلا. باید ما به خاطر رحمت گفتن اون انسان عمل خوب انجام ندهیم، اون رحمت از جانب الله میگیری. تو نیکی میکنو در دجله انداز که الله در بیابان دهد باز. یک نیکی کنی یک جا در روانش که الله از یک جای دیگه برای تو جای عوض او وعده داده است میرسونه. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. و میگن که ما میترسیم از پروردگارمان روزی سختی را که در اون روز رویها تروش میشه، رویها بسیار
یک حالتی بد تغییر می‌یابد و چی از سختی اون روز کوه‌ها پاره میشن. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة و سرورا. و میگه با سبب اینکه این امر الله به جا آوردن، اطاعت الله خالصانه و صادقانه مخلصانه به جا آوردن، الله در عوض این چی داد شونه؟ از آتش جهنم، از سختی روز قیامت نگاهشان داشت و عطا کرد برای اونها در چهرهشان نور، روشنی، نور الله به در چهره اونها عطا کرد که در قلبشان در اون روز خرسندی الله آورد، داخل کرد. به خاطر چی؟ به خاطر این عملهای صالحی که در دنیا انجام میدادند. حالا که روز قیامت روز خرسندی نیست، روز قیامت روز سختی است، روزی است که پایها لرزیده میسته تا اینکه انسان از 4 چیز پرسیده نشود: از عمرشو، از جسدشو، از علمشو، از مالش. لرزیده میسته انسان روز قیامت. عذابهای سخت در روز قیامت، حول قیامت سخت است و این انسانها را الله از این سختی های روز قیامت نگاهشان می‌داره، به خاطر این عملها را انجام دادن. و جزاهم بما صبروا جنة و حریرا. و الله پاداش و مکافاتشان داد به خاطر که صبر کردن در دنیا در طاعت الله. جنت را الله برای اونها پاداش میتیه، مکافات میتیه. جنتی بزرگی که از اون میخورند هر چی قدری که بخواهند نعمت های الله، چه از گوشتهاش باشه، چه از میوه هاش باشه، چه از شراب ها و خمر و عسل و شیر و هر نوشابه هایی که در جنت باشه. و در اونجا میگه میپوشند از ابریشم، شالک میگیم ابریشم میپوشند، میگه لباس های اهل جنت. متکئین فیها علی الارائک لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. در اونجا میگه تکیه زده می نشینند در کتهای جنتی که زینت داده شده است و چی با بهترین لباس ها الله اونا را زینت میتیه. در جنت نه گرمی آفتاب میبینند که از گرمی بسیار ناراحت شوند و نه خنکی زمستان، نه سختی گرمی سخت داره نه خنکی سخت داره. هوای جنت باد هواش معتدل است، انسان همیشه در راحت است. اگام لحظه نمیشه که انسان بگه کمی خنک خوردم یا که زیاد کمی گرمتر شدم، نه، اما یک حساب هوای معتدل است، باد هواش بسیار فورم است. و دانیة علیهم ظلالها و ظللت قطوفها تذلیلا. و الله میگه درخت های جنت برای اونها نزدیک است. شما فکر کنید در یک کت انسان تکیه زده شیشته، یک طرف یک پهلو، میوه های جنت شاخهاش آویزان در پیش انسان، هزار نمود میوه، یک درخت نه، 1000 نمود نوده میوه در پیش روش آمده. هر قسم میوه که بخواه به دستش میچینه، بخواه به دهانش میخوره، هر قسمی که خودش بخواه. دیگر عذاب مشقت نیست که بالای درخت بروه یا که رفته چقدر راه بره برای اون درخت میوه را پیدا کردن، یا که مغازین و مغازه و مارکت رفته بخره، نه، اما در پیش دهانش خودش آمده. میوه هاش چی؟ چیندنش چیه؟ نزدیک است. و میگه آسان است برای اون. و یطاف علیهم بآنیة من فضة و اکواب کانت قواریرا. و میگه خدمتگارهای جنت، خیلی که در این دنیا بایها خدمتگار دارن، خدم دارن، در جنت هم خدمتگارها الله آماده کرده برای اهل جنت که در گرد اونها دور میخورن. با چی؟ با لعلی ها، صحن هایی که از طلا و نقره است در دستشان، بالاش پر از طعام، پر از شراب، هر قسمی که بخواهند پیشان آماده دور میخورن، با لباس های زیبا، با چهره های زیبا. خود انسان مثل پادشاهی دنیا یک طرف یک پهلو شیشته ناز میکنی. در اون جنت همه اهل جنت پادشاه هستند. همین جنت کسی که داخل شد پادشاه هست. این است که در جنت یک کس گدا باشه، یک کس بے پیسه باشه، یک کس مریض باشه، یک کس دست و پا نداشته باشه، یک کس پیسه نداشته باشه که آرزو کنه که فلانی میخرم نه، فلانی قصد دارم نه. در جنت همه پادشاه هست، همه در ناز نعمت است، همه راحت است، همه به خودش خدمتگار داره. جنت هم خیلی جا است. و میگه اونها خدمها، خدمتگارها
به همون آنیه ها، همون ظرف هایی که پر از طعام، که ظرف ها از نقره است، مثل نقره های دنیا نه، نقره هایی که چقدر صفتش اعلی است الله خودش میدونه چه خیلی ساخته است اونا را. و کاس های پر از شراب، همون گلاس میگیم، استکان میگیم ما، جام های پر از شراب، قدح که از شیشه است. قواریر من فضة قدروها تقدیرا، همون شیشه هایی که داخلش پر از آب جنتی است، شراب جنتی است، از نقره است. الله همین خیلی ساختگی است که همون از نقره است اما داخلش دیده میشه چقدر زیبا ساختگی است الله. و میگه الله همین قدر مقدر کردگی است برای اهل جنت، مقداری که اهل جنت میخواهند که بنوشن، نه اینکه یک قسمش بنوشه و بگه که حالا سیر کردم حالا دیگهش برده یا که دور پرتوین بریزن یا که بگه که باز بریز، مالا نه، همون مقدار میارن، همون مقدار میخره سیر میکنن. همین قدروها تقدیرا، مقدار معینه که انسان میخره همون حالت ده سیر میکنه از همون شراب جنت. این خیلی الله برای جنتی ها آماده کردگی است. و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، و میگه نوشانده میشوند او انسان های ابرار، یعنی انسان هایی که از الله میترسیدند در جنت، از همون کأس ها، از همون جام هایی که پر از خمر جنتی است که با زنجبیل گفتنی گیاه خوشبو، خوش طعم و خوشمزه یک جای آماده کردگی و آمیخته کردگی است. ببینین چقدر الله برای اهل جنت خمرها آماده کرده است. هر کسی که در این دنیا از خمر دنیا، از شراب، از عرق دنیا خودش نگاه می‌داره، الله برای او از عرق جنت، از خمر جنت با نصیب می‌گردونه. عینا فیها تسمى سلسبیلا، و میگه می نوشن و انسان ها از چشمه در جنت که سلسبیل نامیده میشه. به خاطر چی؟ از نوشیدنش سالم میمونن و برای اونها نوشیدنش آسان است و چقدر خوشمزه و خوش طعم است. نه از نوشیدن او عقلشان میروه که در داخل جویبارها غلطیده لباسشان یعنی افلاس شوه، غشت شوه، نه اینکه یک کس با نوشیدن اون خمر جنت حقارت و دشنام و دو میزنن، نه اینکه یک کس سخنی بد میگن آزار میتین، نه برعکس با نوشیدن او راحت و کیف و صفای خودشان زیادتر میشه. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.